محمد صابروف نماینده سازمان دنیای زبانها که به حمایت حقوق مهاجران در روسیه مشغول است به پایگاه خبری بامداد خبر داد که حامیان حقوق با مساعدت خدمات کنسولی سفارت تاجیکستان در مسکو و کمک مالی صاحبکار تاجیک مقیم مسکو فردوس نعیموف در طول ماه شریف رمضان به نزدیک 1000 مهاجران دستگیر شده در بازداشتگاه‌های دهه سخاروو در کنار شهر مسکو، شهر ایگوروفسکی ولایت مسکو و شهر تولا و همچنین به دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه شهر مسکو تحصیل میکنند کمک‌های غذایی بردند. محمد صابروف گفت اساساً محصولات غذایی، نان، میوه‌جات، شیرینی بردیم و البته آش پلو. ما روز 5 اپریل کمک‌های خود را به بازداشتگاه‌های شهر تولا بردیم. 6 شهروند تاجیکستان نگاه داشته می‌شدند. روز 8 اپریل به بازداشتگاه ایگوروفسک کمک بردیم. آنجا 130 مهاجر در بازداشت در انتظار اخراج از روسیه قرار دارند. روز 22 اپریل ما با بسته‌های کمک‌های خود به بازداشتگاه‌های سخاروو که آنجا حدود 800 مهاجر نگاه داشته می‌شوند رسانیدیم. ما در بازداشتگاه‌ها فرق نگذاشتیم که دستگیر شده‌ها تاجیکند یا نه، به همه کمک رساندیم. همین طور روز 23 اپریل حامیان حقوق با دستگیری مالی فردوس نعیموف به 30 دانشجو از افغانستان کمک‌های غذایی رسانیدند. فردوس نعیموف در شهر مسکو مؤسس و مدیر کل شرکت نقلیاتی روس ماسترانس می باشد. این شرکت به کشاندن بار در قلمرو روسیه و بیرون از آن از جمله به تاجیکستان مشغول است. فردوس نعیموف را یک صاحبکار دست به خیر توصیف می کنند که همیشه به کمک مهاجران تاجیک و هموطنان نیازمند می رسد. ولی حامیان حقوق مهاجران در روسیه می گویند فردوس نعیموف بین مردم نیازمند فرق نمیگذارد و نه فقط به هموطنان خودش مهاجران از تاجیکستان کمک میرساند، بلکه به هر نفری که با امید دستگیری درش را میکوبد دستیاری خود را دریغ نمیدارد.